رفتی سمت مامان جونت یارکشی میکنی. ما بخوایم بریم بیرون اینا حواسشون پرت میشه. میو 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 چیه میو میو داره حرف میزنه. واقعا داره حرف میزنه. بهش غذا میدم بعد میریم. تا میتونی غذای این بچه ها رو بذاری بیرون؟ خیرسی نگران نباش خیرسی، بابا رفته برای تو غذا بیاره. اول غذای تو رو میدیم بعد میریم. باشه پسر خوب، پسر خوب. همه اومدن اینجا جمع شدن سهمشون رو بگیرن بعد ما بریم. اون بانی خرگوشه. بابا بیا عاشق بابایی هستی یا عاشق خوراکی؟ بیا بذارم اینجا بخور. کوچولو چرا رفت؟ کوچولو رو غذا نمیدی میگه تو خرسی؟ بیا فسخالی بیا بابا اینجا روی این تخته میذارم بخور. بخور. اینه کوری تو مجره. اینه بیا اینجا بیا. فضولن همش فضولی. چقدر من میترسیدم از این چاق لاغره. نمیدیدم کل قسمت هایی که چاق لاغر نشون داد. شاید من فقط 10 دقیقه شد دیدم که بترسم دیگه نبینم. کلا اینقدر ترسناک بود که آدم نمیتونست ببینه. فکر نکنم هیچکی داستان اون کار برنامه رو یادش باشه. اصلا کسی داستان از دیدن اما عروسکا همه دیگه رفتن کنار. میگن چرا مهاجرت نمی‌کنی؟ اونایی که منو میشناسن ازم خیلی میپرسن میگن چرا نمیری پیش خانواده‌ت؟ اینجا رو بذاریم کجا بریم؟ اگه کسی مجبور نباشه واقعا مهاجرت نمیکنه. من میدونم دیگه خیلی ها مجبورن رفتن. من یکی که حتی مجبورم باشم نمیدم. زیبایی تک تک اینا میگم آدم مبهوت میکنه.
هم اینقدر قشنگ آدم مبهوت باله. قابل توجه برای بچه شهر که میان میگین خوش به حالتون، عجب جایی هستین. شما خودتون عجب جایی هستین. والا من اونجا باغو باید تمام روز علفاشو بکنم، تمیز کنم، درست کنم. وقت استراحتم که پیدا نمی کنم. شما برای خودتون ساعت کاری که تموم شد بعد از ظهر میایید پارک، قبلا یکی تمیزش کرده، درختا رو آب داده، همه چی آماده، چاییتون رو میخورین، عشق میکنین. الان مینا میگه بیا بریم شهر آپارتمان بخریم. اونجا چرا هستی؟ والا یه بارون میاد ما رو آب میگیره، برف میاد باید با تراکتور راه باز کنیم. تو روستا بودن و تو باغ خونه داشتن همچین راحت هم نیست، ولی باحاله، انرژی خاص خودشو داره، حال میده. ولی اینجا هم خوبه، ناشکر نباشی. آن دیگه پارکش چند ساعت هم بیان توش ریلکس میشه. اینجا بوستان ملت داشته، خیلی هم عالیه. تازه وسط شهر باز خنک، بی سر صدا، آرامش